توی یکی از ویدیوها راجع به برتری‌های نامنصفانه صحبت کردیم و بهتون قول دادم که روش ایجاد برتری‌های نامنصفانه و اینکه چطور اونا رو درون خودتون کشف کنید رو بهتون آموزش بدم. اما در ابتدا یه توضیح خلاصه بدم راجع به برتری‌های نامنصفانه. این بخش از ویدیو از کتاب Unfair Advantages هست که پیشنهاد میدم اگر میتونید نسخه انگلیسیش رو حتما بخونید و بعد از اون به تحلیل و نمونه‌های عملی اون میپردازیم. اولین نکته مهم این که موفقیت در یوتیوب به کار زیاد و خیلی سخت وابسته نیست. خیلیاتون هم ممکنه تجربه کرده باشید که روی یک ویدیو خیلی سخت کار میکنید یا مدت‌ها دیلی ویدیو میذارید و هیچ ویویی نمیگیرید، اما از طرف یک ویدیو که فکرش هم نمیکردید وایرال میشه و بازدهی خوبی میده. موفقیت یوتیوب به اینکه از چه ایده استفاده کردید و اینکه چه برتری‌های نامنصفانه‌ای رو به اون اضافه کردید یا درون خودتون ایجاد کردید برمیگرده. این یعنی اینکه حتی اگر یک ایده فوق‌العاده داشته باشید اما اگر ندونید چطور از اون استفاده کنید یا برتری‌های نامنصفانه‌ای که دارید رو به اون اضافه کنید، ممکنه به بازدهی نرسه. بلافاصله بعد از این که بتونید اون برتری‌ها رو بهش اضافه کنید میتونید ببینید که تغییرات شروع میشه. اما یه سری برتری‌های نامنصفانه هستن که ذاتی هستن و شما ممکنه خودکار داشته باشید. اونا شامل پول، موقعیت اجتماعی، مکان تولد، خانواده، توانایی یادگیری و هوش شما، تحصیلات و تخصصتون میشه. در نظر بگیرید که این برتری‌های ذاتی به خودی خودشون نمیتونن عامل یک موفقیت باشن. شما میتونید توی آمریکا باشید و خیلی هم پول داشته باشید اما نتونید از این موقعیتتون به خوبی استفاده کنید و به جایی هم نرسید. اما خارج از موارد قبل یه سری برتری‌های نامنصفانه هستن که قابل ایجاد کردن هستن و دست یافتن بهشون غیر ممکن نیست و اونا هستن که زندگی شما رو تغییر میدن. از طرفی ممکنه برتری‌هایی هم داشته باشید که الان ازش اطلاع ندارید. مثلا توانایی ارتباط برقرار کردن و اعتماد به نفس برای صحبت کردن با دیگران یک برتری نامنصفانه است که بعضی از افراد دارن اما شما هم با تمرین میتونید بهش برسید. یه سری برتری‌هایی هست مثل صدای خوب و خاص بدون تمرین که ذاتی و ژنتیکیه و هر کسی نمیتونه بهش برسه به این راحتی که تو داری. یعنی اینکه تو توی سن این صدا رو داشتی که شاید خیلی‌ها با تمرین باید. آره این نمونهش می‌خواستم صداتو بشنون. الان یکم صحبت کن. همسن حسین فهمیده بودم اون زمان. آره دیگه فهمیدم دیگه. اون موقع قبلش نمیفهمیدم، بعدش فهمیدم. برتری نامنصفانه دیگه. اما اگر سام بلد نباشه از این صداش و برتری نامنصفانه‌اش استفاده کنه ممکنه هیچ تأثیری توی شغل یا موقعیت اجتماعیش نداشته باشه. همونطور که بهتون گفتم اینا فقط شامل موارد ذاتی نمیشن. من یه مدت با سام که صحبت می‌کردم متوجه یه برتری درون اون شدم که خودش هم ازش اطلاع نداشت. چیزی که من متوجه شدم این بود که سام میتونست هر موقعیتی و هر موضوعی رو در هر شرایطی به یک چیز فان و طنز تبدیل کنه در صورتی که هیچ کس انتظارش رو هم نداره. این میتونه سیاسی باشه، اجتماعی باشه، مذهبی باشه، تکنولوژی باشه. توی هر زمینه‌ای میتونه این کار رو انجام بده. این یک برتری نامنصفانه بود که من متوجه شدم و خودش هم خیلی ازش اطلاع نداشت که شاید بتونه در مسیر یوتیوب و شرایطی که میخواد ایجاد کنه و چنلی که میخواد بسازه تأثیر خیلی زیادی بذاره که در ادامه اینم بهتون میگم. اما اینکه چطور برتری‌های نامنصفانه با شانس ایجاد کنیم، من معتقدم هیچ چیزی شانسی نیست. یعنی هر اتفاقی که توی زندگی شما رخ میده یه سری مسیرها و پیوندهایی داشته که شما رو به اونجا رسونده که ممکنه از اونها اطلاع هم نداشته باشید. اما بخش شانس که یکی از اصلی ترین برتری‌های نامنصفانه است میتونه قابل کسب کردن باشه. ممکنه به خودتون بگید چطور؟ به عنوان مثال اگر من ماهی یک ویدیو بسازم در صورتی که توانایی ساخت 5 ویدیو رو دارم، شانس این که اون یک ویدیو وایرال بشه نسبت به اون 5 ویدیو کمتره و مثلا در 5 ماه فقط 5 شانس برای دیده شدن دارم در مقایسه با 25 شانس. این مخصوصا برای کسایی که تازه کار هستن و هنوز نمیدونن چه موضوعی دقیق قرار توی چنلشون جواب بده خیلی مهمه. یا در ارتباط بودن با افراد بیشتر در حوزه کاری شما. این بهتون شانس بیشتری میده که افراد مشابه خودتون رو پیدا کنید و به کمک اونا رشد و همکاری کنید. یکی از علتایی که چنل تلگرام رو هم ساختم همین بود که با افرادی که توی یوتیوب فعالیت میکنن در ارتباط باشیم و دانش و تجربیات خودمون رو به اشتراک بذاریم. من دوستان و همکاران خوبی از طریق همین چنل و تلگرام پیدا کردم که اگه اونو نمیساختم شانس پیدا کردن اونا خیلی کمتر میشد. طبیعتا اگر هیچ کاری نکنید، با هیچ شخصی در ارتباط نباشید و دائما توی مکان خودتون، خونه خودتون باشید، خودتون رو حبس کنید، شانس این که با افرادی ملاقات کنید که میتونن توی زندگیتون تاثیرگذار باشن هم خیلی کمتر. پس این برتری یه جورای اکتسابی هم هست. به جای اینکه وقتتون رو با افرادی بگذرونید که هیچ تأثیری توی شغل، پیشرفت شما و موقعیت اجتماعی شما ندارن، این وقت رو صرف دوستی و وقت گذروندن با افرادی کنید
که میتونن توی آینده و شغل شما تاثیر بذارن. اما یک برتری خیلی بزرگ که تقریبا همه میتونن ایجاد کنن یادگیری زبان انگلیسی هست. درسته اون اشخاصی که زبان مادریشون انگلیسی هست نسبت به شما برتری دارن، اما یادگیری این زبان غیر ممکن نیست. من الان به زبان انگلیسی در زمینه کاری خودم تسلط دارم و به هیچ کلاسی و هیچ تدریس خصوصی هم مراجعه نکردم. بعد از اون 2 زبان دیگه هم یاد گرفتم که تأثیرشون به حد زیاد بوده که میتونم بگم چندین سال منو در مقایسه با افرادی که این برتری رو نداشتن جلو انداخته. مثال یوتیوبش رو براتون میزنم. اکثر آموزشایی که برای ادیت، یوتیوبر شدن و غیره نیاز دارید، بهترین منابعشون توی یوتیوب انگلیسی هست و سایت‌هایی مثل اسکیلشر که اشتراک ارزونی هم دارن. اگر شما زبان انگلیسی بلد باشید میتونید به دنیای بزرگی از اطلاعات دست پیدا کنید. به جرئت میگم حتی 1% از چیزی که در زبان انگلیسی وجود داره، آموزشایی که هستن، الان ترجمه به زبان فارسی نشدن. من توی این چنل سعی کردم این کار رو انجام بدم و دوستان دیگه هم هستن که آموزش‌های یوتیوب میدن مثل اسکیلوید و غیره که کمک میکنن مهمترین و بهترین تغییرات آموزش یوتیوب به دست شما برسه. اما در نهایت اگر میخواید سریعتر رشد کنید، یادگیری زبان انگلیسی حتی برای شخصی که در یوتیوب فارسی هم فعالیت میکنه ضروریه. شما با این کار میتونید حتی توی سرورهای دیسکورد مختلف و انجمن‌ها هم عضو بشید. و من زمانی که این کارو برای یوتیوب انگلیسی انجام دادن، به همین طریق چندین اسپانسر و موقعیت شغلی برام فراهم شد. جدا از اون وقت شما یک زبان جدید یاد میگیرید، نه تنها اون زبان بلکه آداب و فرهنگ و رسوم یک کشور خاص رو هم یاد میگیرید و این تاثیر خیلی بزرگی داره توی دیدگاه شما نسبت به تمام قضایا توی کار و زندگیتون. مثل اینه که تا الان فقط توی سلول خودتون بودید، با اینکه از اون خارج بشید و به یک دنیای جدید راه پیدا کنید با کلی موقعیت. تحقیقات خیلی زیادی هم داریم که در زمینه یادگیری زبان انجام شده، اما قصد ندارم این ویدیو رو خیلی طولانی کنم. توی این زمینه میتونید تحقیق کنید و ببینید که چقدر یادگیری زبان توی زندگی شخصی و کارتون میتونه اثر بذاره. اما میرسیم به مورد بعدی، دانش و یادگیری. دقت کنید، دانش و یادگیری فقط مختص دانشگاه نیست. خیلی‌ها علمشون رو به طور شخصی ارتقا دادن و از یک دکترا دانش بیشتری دارن. پس اگر توی یک شهر یا کشوری هستید که علمش قدیمی هست یا دانشگاهش زیاد خوب نیست، چیزایی که بهتون یاد میدن خیلی قدیمیه، این دلیلی بر یاد نگرفتن و ارتقاء علمتون نیست. شما زبان انگلیسی که بلد باشید میتونید از تمام منابع روز دنیا علمتون رو بروز کنید. آره، یه جاهایی مثل مدارک ارزشمند دانشگاه‌های معتبر میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا حتی یوتیوبرهایی داریم که تایید شده هستن به عنوان دکتر و موارد دیگه. اما این دانش از کتاب، اینترنت، سایت‌های آموزشی هم میتونه باشه. طبیعتاً یه دکتر قلب نمیاد از یوتیوب عمل جراحی رو یاد بگیره. اما اگر موقعیت اون رو نداشتید، میتونید در زمینه‌های مشابهی که امکانش رو دارید دانش کسب کنید. پس پیش نیاز خیلی از کارها، از اسپانسر گرفتن تا پیشرفت زندگی و چنل یوتیوبتون، زبان جهانی و انگلیسی هست. یه روش دیگه برای کشف برتری‌های ذاتی خودتون اینه که از اطرافیانتون بپرسید چه چیزی رو در مورد شخصیت شما دوست دارن. یادم اینو وقتی از دوستان پرسیدم، حتی توی دانشگاه و دوران هنرستان و دبیرستان بهم میگفتن خوبی که تو داری اینه که وقتی یک مسئله رو به ما توضیح میدی، به شکلی توضیح میدی که حتی یک بچه 2 ساله هم میتونه درکش کنه. این باعث شد که من بفهمم توانایی آموزش دادنم در یه سری موارد خاص حتی از اون اشخاصی که علم بیشتری نسبت به من دارن بیشتره و در نتیجه من از این برتری استفاده کردم. مثلا در ویدیو اخیرم در چنل انگلیسی آموزش کامل تنظیمات صدا به صورت حرفه‌ای رو دادم که وایرال شده و یکی از علتاش ساده سازی کل ویدیو بوده که هر شخصی متوجه بشه. با اینکه خیلی‌ها با دستگاه‌های 100 میلیونی و اسپیکرهای خیلی قوی ویدیو ساختن، اما ویدیوشون به اندازه من رشد نداشته، چون با استفاده از دانشی که داشتم و توانایی ارائه و ویدیوهای متخصصا رو نگاه کردن، تونستم یک تجربه جدید هم بهش اضافه کنم، اونا رو تست کنم و ویدیویی بسازم که هر شخصی بتونه اونو راحت‌تر درک کنه. یا وقتی که با سام صحبت کردم بهش گفتم توانایی تو علاوه بر صدات این هست که میتونی هر موقعیتی رو به یک موقعیت فان و خنده‌دار تبدیل کنی، که شاید خودش هم متوجهش نشده بود. پس پرسیدن از اطرافیان یا بررسی کردن کارهایی که توی زندگیتون خاص به نظر میرسیده میتونه به پیدا کردن برتری‌های نامنصفانه‌تون کمک کنه و این فقط در صورتی ممکنه که با افراد بیشتر در زمینه کاری خودتون در ارتباط باشید. طبیعتا اگر من از منطقه امن خودم خارج نشم و با افراد مختلف ارتباط برقرار نکنم، شانس این که اینو کشف کنم هم از دست میدم. اما یه راهکار برای اینکه بتونید بهتر تمرکز کنید و در یک زمینه خاص موفق بشید، کاری که من از شما میخوام انجام بدید اینه که روی بهترین قسمت‌های خودتون تمرکز کنید و اونو توی یوتیوب ارائه بدید. مثلا بهترین توانایی من آموزش یوتیوب دادن، اما در زندگی شخصیتون روی مواردی تمرکز کنید که کمترین توانایی و تجربه رو در اونها دارید. مثلا من تواناییم در ادیت موزیک در ویدیوها کم هست یا وقتش رو ندارم، در خلوتم روی اون مورد کار میکنم. طبیعتا
نمیام برای ساخت یک ویدیو جدید وقتم رو روی موزیک و ساوند افکت بذارم. میام اونایی رو در نظر میگیرم که هم توشون خوب هستن مثل انیمیشن و همین که وقت زیادی رو از من نمیگیرن. یا مثلا در چنل انگلیسی تمرکزم روی آموزش به صورت ساده هست، اما تلفظ صحیح کلمات انگلیسی رو بلد نیستم و صحبت کردن گاهی وقتا برام سخته. به جای اینکه بخوام ساعت‌ها روی لهجه انگلیسیم کار کنم، اون وقتم رو روی ارائه موضوع به بهترین شکل میذارم و وقتی بیکار شدم توی خلوتم به تقویت لهجه زبان انگلیسیم میپردازم. این یکی از عواملی است که میتونه شما رو توی یوتیوب خیلی جلو بندازه. روی مواردی که قوی هستید 2 برابر وقت بذارید و بهترشون کنید و مواردی که توی اونا بد هستید رو توی پس زمینه زندگیتون ارتقا بدید. مثلا اگر من آشپزیم خوب نیست، بیام چنل آشپزی در کنار نقد و بررسی بازی بزنم، نه تنها بازدهی نداره بلکه خسته میشم. حتی اگر به آشپزی علاقه دارم، نباید تا زمانی که توانایی و دانش کافی رو کسب نکردم بیام توی یوتیوب کار کنم. پس اینکه یه عده میان مثلا میگن فلان ایده برای یوتیوب فوق العاده است، انجام بده میلیاردر میشه، قطعی انجام بده. این میتونه اشتباه باشه اگر شما توانایی لازم برای کار کردن توی اون ایده رو ندارید. عملاً به خاطر هایپ شدن و تحت تاثیر قرار گرفتن شروع میکنید به انجام کاری که در اون خیلی ضعیف هستید و تمام وقت انرژیتون رو صرف کاری میکنید که براش آمادگی ندارید. اما برای اینکه راهتون رو درست بسازید، در ابتدا راهی رو انتخاب کنید که کمترین فشار و سختی رو داره. مثلا سام میتونه در زمینه فعالیت کنه که توانایی طنز پردازیش کاربردی باشه و صدای خوبش هم مخاطب رو بهتر جذب کنه. اینا نیاز به پیدا کردن برتری‌ها و یا ساخت یه سری برتری‌ها مثل زبان انگلیسی یا توانایی‌های خاصی که طی سال‌ها به دست اومدن داره. مثلا اگر من طی سالیان طولانی به توانایی ایده پردازی برای انیمیشن رسیدم، این یک برتری نامنصفانه است. اگر در سنی به اون رسیدم که افراد همسن من و کسایی که کلاً توی این زمینه فعالیت می‌کردن نمیتونستن به این خوبی باشن. پس اگر شما یک چیزی رو در یک سنی به دست آورده باشید که بقیه نمیتونن، این باز هم برتری نامنصفانه است. یا مثلا شما توانایی موسیقی، آشپزی حرفه‌ای در سنی به دست آوردید که کمتر کسی در سن شما این توانایی رو داره. اینا خودش برتری نامنصفانه حساب میشه. اگر حس میکنید در حال حاضر هیچ برتری ندارید، باید چه کار کنید؟ من خودم تا سالها حقیقتا این مشکل رو داشتم. چیزایی که قبل از این بهتون گفتم رو هم حتما باید استفاده کنید. اما اینجا میخوام یه راهکار بهتون بدم که بتونید از همین هم به عنوان یک برتری استفاده کنید. مثلا یکی از چیزایی که من خودم همیشه نداشتم و برای کارم هم لازم داشتم پول بود. طبیعتاً برای شروع یک بیزنس به پول نیاز هست و مدیریت اون بدون پول خیلی سخته. همینطور که من این چنل رو استارت زدم و همچنان برای مدیریتش مشکل مالی دارم. اما پول نداشتن گاهی اوقات میتونه باعث ایجاد خلاقیت بشه. مثلا به جای اینکه سافت باکس 3 میلیونی برای نورپردازی بخرم، در شروع با یک آموزش یوتیوب سافت باکس 300,000 تومانی ساختم. جدا از اینکه این هزینه منو کاهش داد، اما میتونم یه آموزش بسازم مثلا چطور سافت باکس 300,000 تومانی در حد کیفیت سافت باکس 3 میلیونی بسازیم و این خودش مجدد برای خیلی‌ها میتونه مفید باشه. مثلا آشپز هستید، چطور پیتزای 100,000 تومانی بپزیم که از پیتزای 300,000 تومانی بیرون هم بهتر باشه. در هر زمینه میتونید اینو به خلاقیت تبدیل کنید. جدا از اون، بهترین جایی که میتونید سرمایه‌گذاری کنید خودتون هست. روی یادگیری زبان انگلیسی و ارتقا دادن توانایی‌هاتون در اون مواردی که خوب هستید کار کنید. اون بهترین جا برای سرمایه گذاری هست. اما یک نمونه عملی برای سام، مثلا طبق مشورتی که من با سام داشتم، بهش پیشنهاد و نقشه راه دادم که بیاد انیمیشن طنز 2 بعدی راجع به فیلم و سریال های ترند بسازه. اما در این نقشه راه باید خیلی چیزا رو در نظر بگیره که عملاً میشه عاقلانه به اضافه غیر منصفانه. مثلا اینکه نیاز هست چند ماه تمرکز کنه و ساخت انیمیشن حالا یا با AI یا برنامه‌های ساده گوشی یاد بگیره، یا راهی پیدا کنه که بتونه هزینه اون رو از یه طریق دیگه به دست بیاره. دومی که اگر میخواد دیده بشه در زبان انگلیسی، باید زبان انگلیسیش رو در اون زمینه تقویت کنه، یا اینکه کلا این ایده رو در زمینه فارسی اجرا کنه. البته به زودی ویدیو هم میذارم که طبق نظرسنجی بود، اینکه چطور زبان انگلیسیمون رو در یک زمینه خاص که نیاز داریم ارتقا بدیم. در ادامه تمرین بهتون میگم که میتونه خیلی کمک کنه راحت‌تر برتری‌های نامنصفانه‌تون رو کشف کنید. تمرین اول این که 3 تا از بهترین و بدترین اتفاقاتی که توی زندگیتون رخ داده رو بنویسید. بررسی کنید و ببینید توی بهترین ها چه کارهایی کردید، چه چیزایی باعث شدن، و توی بدترین موقعیت‌های زندگیتون چه کار کردید که از اون موقعیت خارج بشید. از اونها به عنوان یک تمرین برای ارتقاء برتری‌های ذاتیتون میتونید استفاده کنید. مثال این رو به صورت عملی توی کانال تلگرامم براتون میذارم که لینکش هم پایین هست. مورد بعدی این که چیزایی رو در درون خودتون پیدا کنید که کمتر کسی در سن شما میتونه اونا رو انجام بده. مورد سوم این که 2/3 وقتتون رو روی یادگیری چیزایی بذارید که توی اون زمینه فعالیت میکنید و یا برتری دارید
کنید نسبت به بقیه. مثلا من شبکه و تنظیمات تخصصی دسته هستم، وقتم رو صرف یادگیری جزئیات مو به موی اون زمینه‌ها میکنم. مورد چهارمی که با افرادی ارتباط برقرار کنید که ارزش زمان شما رو دارن و ترجیحاً دانششون از شما بالاتر. به هیچ عنوان وقتتون رو با کسایی که دانش کمتری دارن یا شما رو عقب میندازن هدر ندید و انرژیتون رو برای قانع کردن افراد نادان هم هدر ندید. مورد پنجم اهمیت دادن به چنل‌های با تاریخچه فعالیت بیشتر است. یوتیوب هم یه برتری غیر منصفانه داده به چنل‌های قدیمی‌تر. هر چقدر چنل شما قدیمی‌تر باشه در مقایسه با خودتون بهتون شانس بیشتری میده نسبت به گذشته. البته این فقط یک بخش ماجرا است. مثال میزنم، اگر این ویدیوی جدید من توی چنل انگلیسیم بود طبیعتاً به افراد غیر سابسکرایب بیشتری پیشنهاد میشد چون کلی ویدیو شبکه دارم. اما طبیعتاً توی این چنل جدید شانسش کمتره. واسه همین نباید کم بیارید. طولانی‌تر، عاقلانه‌تر و با تمرکز بیشتر کار کنید و هیچ وقت خودتون رو با کسی مقایسه نکنید. همین الان ممکنه بگید حتی چنل جدیدت هم ویدیو اولش خوب بوده، کلی ویو گرفته، اما کسی که این چنل رو میبینه نمیدونه من 4 سال تجربه با کلی ویدیو شبکه داشتم که الان ویدیو اولم انقدر خوب بازدهی داشته. حتی همین چنل فارسی که با 10 تا ویدیو بیش از 800 سابسکرایبر گرفت حاصل سالها فعالیت هست. پس خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. اما یه برتری نامنصفانه خیلی مهم هست که درونگراها دارن و شما هم میتونید توی خودتون ایجاد کنید. بدون شک اگر این ویدیو رو ببینید چنان تأثیری توی زندگیتون میذاره که از تمام مواردی که اینجا هم بهش اشاره کردم مهمتره. پیشنهاد میدم حتما اون رو ببینید و توی همین ویدیو میبینمتون.